طبق نقشه چاره‌بینی‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با مقصد سریع با تبابت فرا گرفتن شخصان گرفتار بیماری‌های گوناگون در مؤسسه‌های تندرستی جماعت و دهات‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برگزار نمودن کاروان سلامتی ادامه دارد. این نوبت شبکه‌های کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه باباجان غفورов چنین چاره‌بینی‌ро در مرکز سلامتی دهاتی اوچقلچه ناحیه برگزار نمودند. برای پیدا نمودن گرفتاران بیماری زیادشوی مقدار قند در خون در های گوناگون جوغر و فربهی 8 نفر متخصصان مرکز اندوکرینولوژی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفورов جلب گردیدند. مقصد اساسی طبیبان امروزه برای دریافت نمودن یعنی که پیشگیری نمودن بیماری اندوکرینولوژی می باشد. من چقدر که شما خودتان دیده ایستادتان اهالی با توجه خاصه آماده ایستادند، زیرا که میگویند که پیشگیری بیماری آسان و ارزان از معالجه بیماری می باشد. کاروان سلامتی کاری خود را ساعت 8 آغاز نموده تا ساعت 16 ادامه یافت. در این مدت قسم زیادی اهالی دهاتی مذکور نوبسته از سن و سال هم خون برای معاین کردن مقدار قند در خون سپاریدند و هم طبیبان اندوکرینولوژی برایشان برای پیشگیری بیماری جوغر معلومات دادند. به بیماران مصلحت‌های نقل داده ایستادند. حاضر من ساعت حالی 9 نشده الکی تا 100 نفر مراجعت کردند و به سوال‌های خود جوابشان را گرفته رفته ایستادند. مردم خرسند، مردم منتدار. چنین چاره‌بینی در اساس دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بر رئیس ولایت سوخت منتظم گذرانده می شود و به ساکنان امکان می دهد که به طور رایگان از تشخیص گذشته در مورد پیدا کردن بیماری سریع وقت به طبابت فرا گرفته شوند تا این یا آن بیماری خروج نکند و هم ردیف دیگر بیماری ها نشود. با گفته مسئولین شبکه‌های کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه باباجان غفورов کاروان سلامتی را در دهات‌های ناحیه با نوبت گذرانده مقصد دارند هرچی بیشتر ساکنان را از تشخیص گذرانند. در جماعت دهاتی اوچقلچه ناحیه باباجان غفورов در عموم 25000 نفر ساکنان عمر به سر میبرند. بیماری دیابت قند این وبای عصر 21 می باشد. همه طبقه های اهالی بر خوف این بیماری گرفتار شده می توانند. از این لحاظ همه اهالی باید برای پیشگیری بیماری دیابت قند طرز حیاتی سالم را پیش گیرد. تحلیل و از تشخیص گذاری در دهات مذکور معین کرد که در این منطقه ناحیه نظر به دیگر دهات‌ها گرفتاران بیماری‌های اندوکرینولوژی زیاده است و 8% را از شماره عمومی ساکنان تشکیل می‌دهد. اقلیم باد و هوا، کم حرکتی، دور بودن از طرز حیاتی سالم و ورزش و بیشتر استعمال کردن خوراک‌های دوم و سرچربه و خوراک‌های زودپس یعنی فست فود خصوصا در قسم شامگاهی ارزیابی گردید. در یک سال 2 مرتبه از معاینه طبیبان گذشتند، به خود طبابت کنی مشغول نشدند. در یک روز تا 5 کیلومتر راه گشتن، به ورزش سبک مشغول شدند و استعمال خورش و خوراک‌های سبک خصوصا از سبزیجات آماده می شود مصلحت طبیبان به مراجعت کنندگان بود. قدرت‌الله رحمت‌الله بزرگمهر شاه مالکов اخبار.